الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران و هموطنان محترم، خداوند را شکرانه میکنیم که من و شما را با روزه داشتن، با شب قیام داشتن ماه مبارک رمضان، با ادا کردن نماز با جماعت در مسجد توفیق داد و هدایت کرد. دعا میکنیم که الله تعالی من و شما را سبب کند به هدایت دیگران. اللهم اهدنا و اهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. و دعا میکنیم که پروردگار گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. و دعا میکنیم بر این که پروردگار همیشه صلح و ثبات و امنیت کشور ما همیشگی باشد، برقرار باشد. پروردگار جوانان ما را هدایت به صراط مستقیم کند. عرض و آبروی مادران و دختران همه ملت اسلام را پروردگار را حفظ کند برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. برادران عزیز، حسب بیان سوره ها امروز ما در سوره نساء هستیم. نساء یعنی سوره زنها. و چرا این نام به نام نساء زنها گذاشته شد این سوره البته سوره های مدنی هست. 176 آیت و 24 رکوع دارد و در این سوره بسیاری از مسائل بحث می شود. از بس که در این سوره بسیارتر حقوق زنها صحبت می شود، بنابراین این سوره نامگذاری شد به نام سوره نساء. این را میگن سوره نساء الکبری، یعنی سوره زنهای سوره کلان. و هست است سوره النساء الصغری، یعنی سوره زنهای کوچک است. یک سوره به نام سوره طلاق در قرآن هست که اونم سوره نساء نامیده می شود. البته اون کوچکتر است نسبت این سوره. 176 آیت دارد. شما میدانید که در همه دور و زمان وقتی که حقوق پایمال می شود، چی در انبیای گذشته، چی در تورات و انجیل، چی از قصه های بنی اسرائیل که با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من و شما آمده رسیدن، همیشه هر وقتا که حقوق رعایت نمی شود، در اینجا الله رب العزت با واسطه انبیا علیه السلام حقوق هر یک چیز را بیان میکند. اولین حقی که بیان میکند حق خود خدا هست. خداوند حقش را برای بندگان بیان میکند. بعدا حق ضعفا را بیان میکند در این سوره. بعدا حق یتیم ها را بیان میکند. بعدا بر این بیان میکند که چگونه حقوق مردها دارند، زنها هم دارند. مردم عرب زن را میراث میبردند. اگر پدرش میمرد، زن امو را میگرفت در خانه میآورد میموند. اگر میخواست به نکاح کسی بدراره میدرآورد، میخواست تمام حقوقش محکم کند دیگه شوهر نکند و مانند یک متاع، یک چیز میراث میبردن زن. هیچ حقوقی برای اون نمیگذاشتن و اگر شوهرش میدادن مهر خودشون میگرفتن. بنابراین اسلام آمد به واسطه قرآن بیان حقوق زنها را کرد. حتی مردم عرب زن را از میراث و کودک ها را از میراث محروم میکردند. میراث هم میدونین مردم ما اکثرش میراث تریکه میگیم کو، این تریکه را مردمیمون تقسیم نمیکنن. بنابراین در این سوره علاهیده نام زنها را نص قرآن قد بیان میکنه که اینها در میراث حق دارند. حتی که درباره یتیما صحبت میکند به این خاطر که مردم عرب وقتی برادرش از دنیا میگذشت فرزندای او را میبرد، یعنی به مانند این که اونها میراث برای دادری باشد. میگفت خانه میبرد، خودش کلان میکرد. اگر میخواست در نکاح کسی میدرآورد، اگر نمیخواست شوهر میداد مهرش میگرفت. حقوق ها رعایت نمیشدند. بنابراین در این سوره نساء نام دارد. اولی سوره ابتدا میشد بر این که ما مرد و زن من نفس واحده، از یک نفس آفریدیم. آفرینش چگونه بود؟ حضرت آدم از گیل، یعنی از خاک و آب آماده کردن، آفریدن. وقتی که حضرت آدم علیه السلام
در خوابیدن از قبرگاه چپش زن آفریده. برام پیامبر صلی الله علیه و آله میگه خلقت المرأة من ضلع الایسر الادم اذا قومته کسرته. میگه زن همون کجیش از حساب قبرگاه چپ حضرت آدم علیه السلام آفریده شد. میگه کج است، اگر شما بخواهین او را راست کنین میشکنین او را. پس زنها چیکار بکنن و کسی چیزی نگه؟ نه، این معنا را نداره. کسی با زنها میتوند مراسا کند، میتوند خانه بنیاد کند، میتوند آیله دار شود، میتوند اون آیله دا فرزند خوب داشته باشد، تربیه خوب کنن پسر دخترها، اون آیلش قطعی بخشیده میرود و زندگی میکنه. گرفت بسیار کند که من راست کنم، راست کردنش شکستن شد و کسرها طلاقها. در دیگر اخبار آمده است که شکستن زن طلاق زن است، جدا میشد انسان. برای همین این سوره آمد که زنها حقوق خودشان ندارن، یتیمها را مالاشون نتین. ببینین که اینا به صاحب عقل و هوش شیدن، بعد پول شبته، بعد مال یتیم دستش شبته. ای پدرش میراث مانده، ولی اون کسی که نگهبان یتیم میکنه نگیرد اون یتیم بتد مال ضایع کنه. با عقل با فراست بعد پولی او را بتد. در بالاتر میگه وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. برای مردها آنچه که پدر و مادرشان گذاشتن میراث است، حق هست، یا نزدیکان. و بعد این میگه وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. یعنی آنچه از پدر و مادر برای زنها میراث گذاشته شدگی است. علاهیده ذکر میکند که زنها را میراث بتن. مما قل منه او کثر، یعنی که کم هم موشه زیاد هم موشه. بسیاری وقت با ملا میرم که پدر تاریکه نمیکنی، پدرش هم میراث است، چون که از حقوقی که برای وارثا میشود، روزی که خانه ما و شما دا مرده شد 5 چیز بر ذمه ما فرض است. اول باید او را بشویند، دوم کفن کنند، سوم جنازه کنند، چهارم قبرستان مسلمانان را برده برسانند، پنجم باید مال او تریکه شود، تقسیم شود مال او. مرده ما این کار نمیکنند. یا همون دختر بچه‌ای که پدر و مادر در خانه اوست نمیگذارد که او را تریکه کنند. این فرض است در قرآن عظیم شان. حتی بعضی از فقها گفتند که مسئله تریکه و میراث محل اجتهاد نیست، همش در قرآن حدیث گفته شده، فرض است. برای همین زنها را علاهیده نقل میکند که از مال پدر و مادر کم میماند یا زیاد میماند، اینا میراث دارن، تریکه دارن. 100 سامان دارد پدری وفات کردگی، همین 100 سامان تقسیم میشود. ولی بعضی ها را میره مادرشون از دنیا گذاشته، میگن تریکه کردن، میگن نه نکردیم. اون چیزی که در طبق میارن 2 کیلو گندم، 1 کیلو نمیدونم نمک، 2 تا متریال میمونن، میگن شما 1 ساله روزه و نماز فدیه شد دادم، شما در شما ماده دادید. این میراث نیست، این تریکه نیست. تریکه وقتی که مثال یک مرد از یک خانه میمرد 5 گروه تریکه میبرند: اوچه وی، اته وی، همسری وی، دخترانی وی، پسرانی وی. اینا هم در همین 5 سیب از همین مرده از مالی که میماند تریکه میبرند. مرده ما اینا نمیکنند. برای همون در این سوره نساء بسیاری حقوق زنها بیان میشود و خداوند از زنها شروع میکند که در جامعه ضعیفن. اینا قوت و درمانشون همون مردها هستن. و آنچه که امروز ما میخواهیم برای شما بیان بکنیم این است که بسیاری جوانان امروز، بسیاری برادران امروز وقتی که همسر میگیرن حقوق همسرداری را نمیدانند، معاشرت و معامله با زن نمیدانند. اینا ولی این در زمان من شما که دیگه همه چی از بین رفته دیگه. اون مرد اگر با زن شاید چیز بخره میگه این زن کلان است، این در پیش رفیقش تلفن زنش برداشتن نمیتونه. کیه میگه بکشش، دورش میگه بکشش، میگه ممکنه گولک سوخته در خانه، ممکنه بنده خدای جو میبروه، مادرش کسل است. یعنی شما ببینید این فخر نیست، این جز کبر و غرور و جز از اون حقوقی که خداوند همسر داده رعایت نکردن چیز دیگری نیست. همسر این حصه زندگی است. حقوق گذاشته است اسلام، حقوق مرد، حقوق زن، حقوقی که 50 در 50 میان مرد و زن است. یعنی هر دوش 50% حق داره. خداوند این مادر اینقدر برداشت دادگی، کودک میگیرد، لباس میشوید، اوقات میکند، تازه میکند، عرض و نام و سودخانه را حفظ میکند، نصیحت و تربیت میکند.
کودک بتن دستی مرد که بگی تازه کیرا بگی این کارا بکن. کی میکند این کارا؟ 3 روز در خونه معنت کنن بسه. 3 روز در خونه معنی میستد. لیکن اون زنی که همشه قربان این مرد کرده است، پدر و مادر، برادر و خواهر، دوگانه و دختر اما همه را فدای این مرد کرده است، این مرد تلفنی را نمیبیند. این کارا را نکنید. یک چیزی در مردم ما متاسفانه دینی نیست. در همین عرف عادت ما شیشتایی که ما مردکیم، زنک باید ما را گوش کنند. ما دیگه کار میکنم نمیکنم خواهم بدارم، زنک وظیفه داره باید ما را گوش کنند. تمام. برای چی این مسئله برای ما بسیار دردناک است؟ ما در مرکز اسلامی در شعبه فتوا کار میکنیم. بسیاری زنها میآیند، یگام حقوق زن در زندگی و خواهر رعایت شدگی نیست. شکمی او سیر نیست، لباسی او مهیا نیست، در او خانه شب و روزی که باید او مردک باشه نمیاید. ساعت 10 شب میره قجرو صحبت میکنه، خوب میره سحری ساعت 11 دم میخیزد، طرفی او زنم نگاه کردگی نیست. اینا حقوق های هستند که شاید اولی بعضی ها میپرسند که برادر اکی دوملا اول پرسش از نماز در روز قیامت، البته شکی نیست، لیکن ممکن یک کلمه در روز قیامت اون زنش جواب گفته نتونه. باور کنین برادران عزیز، ظلم بر مادرها نکنین. مادرها سبب حیات و وجود من شما هستند. اونا احترام دارن. اونا هر یک جوان، هر یک انسان ما اگر بخواهد که همسر او رنگ دختر خودش عزت داشته باشه، خانه ها ویران نمیشه. ولی کسی دختر شوهر میته از ما یا خواهرش شو میته، میگه همون بچه با ناموس باشد، ناموس یمی خواهر ما را حفظ کنند، نزنه دیره، گپای خوبش بگه، یگون جا رفتن ایران ببرن یا بردیم بار. لیکن برای کلنی خانه ایره قائل نیستن. برای همون در این سوره نساء آداب معاشرت حقوق بیان میشود که ای مردها، اینا هم شخصیتن، اینا طرف زندگی هم. پیامبر با اینا مصلحت و مشورت میکرد. یک برادر من قبول کرده بودم، میگد که ما روزی امین گپ جنگ طلاق وقتی سر شد که من همسر ما گرفتم بردم خانه خریدگی را که ببینه این هم ببینه همین خانه دمی پیشو میستایمده کو ببینه همین خانه مایده کلان چگونه است که جاش کوخنی بیا جاش خانه بیا. همینجا میگه اومدیم سر همین زنک خوردیم مده خانه. ما را نام آشید زن کلان، ایشید کلان خانه، ما را از خانه بدرگه کردن، اومدیم به طلاق اینا به قاضیات رسیدیم. چرا مردم ما آنچه که برای دختران خودشان قائلند برای دیگر دختران قائل نیستند؟ برای دیگر دختران اون برادر مؤمنه که قده شدی با اون قائل نیستی؟ آیا دخترت عزیز است 20 سال کلان کردی بردی یک جوان دادی، آیا دختر اونا عزیز نیست؟ 20 سال تربیت کردن آوردن تر دادن. برای همین اینا را باید ما رعایت کنیم. ثانوی رحمت الله علیه حکیم الامت است، 100 تا کتاب نوشتگی. یک کتاب دستیمد است 25 جلد، یک توش 100 تا نوشتگی. حکیم الامت میگن و 2 تا همسر داشت. میگه اگر روز قیامت خداوند بگه اشرف علی تعالی تو همین کتابا را نویسی که تو را عالم بگن حرمتت میکنن، میگه من یه عمل دارم که باید خدا مرا جنت بره. میگن شاگرده او عمل چی است؟ میگه خدمت 2 تا همسر. 2 تا همسر دارم. میگه این قدر خدمت رعایت کردگی موناده. حتی یک شاگردش نقل میکنه، میگه یک روز به دوملو را میگه تربوز آوردن، میگه تربوز 2 تا بدن گرفت، میگه هر دوش پاره کرد، یا پاره او میگه دایر سنداد، یک پاره از این، یک پاره داود سنداد، گفت بر همسرا مفتی. میگه گفتم استاد اوخی همیارا میبردم یا تیره تورا میدادم، همه لباسا گنده کردی، همه جزیر شدن لباسا. گفت که من نمیدانم که این تربوز یکم شیرین و سرخ که یا تربوز دوم. تا او درجه را اسلام نگفت رعایت بکنید، نه که او تا همین درجه را رعایت میکنه. واسه باور میکنی قطعی تمام رفیق جورش گپ میزنه، همه نموده گپ میزنه، همین همسرش که زنگ میزنه میگیره زایج اونجا ممکن نیست گپ زنی، باید 20 متر 30 متر رو صبر گپ زنه. در جامعه این چیزا باور کنید برادران عزیز، اینا مادران خانن، آبرو و ننگ ناموس. مشورت کنم با اینا را طرف بدانم. اینا اگر کامل باشن بچه و دخترت کامل است. اینا اگر ناقص باشن خانه همه ناقص است. بسیاری از صحابگان، بسیاری از بزرگان، امام شافعی، امام بخاری، همین بخاریه که همه جهان قبولش دارن، مادرش برده خواننده ایره. پشت این یک زن کامل ایستادگی و دعای زنها برای اینکه اونها همه مشکلات زندگی در زمین اونهاست، دعای اینها قبول میشه در حق شما. اینا دعا کنن، نمازها را بخونن، در حق شما قبول میشه.
برای برادران عزیز این مسئله بسیار مسئله مهم است، خصوصا جوانایی که همسر میگیرن پیش یک عالم، پیش یک دانشمند بروند، درباره حقوق همسرداری از اون بپرسن. قطعی همسرش رنگ جورش رفتار نکنه، اونا کم ترک احترام کردن در کار، کم ترک دوستداری رکنهای زندگی را بدانند. دو رکن است که عائله را میقپد، یک اعتماد باوری با یکدیگر، 24 ساعت مرد در بیرون است، اونم به این اعتماد داشته باشه، اینم در اون. دوم محبت، دوست داشتن که یکدیگر را ببخشید یک خطاش. این بیچاره‌ها که دیگه هیچ غضب هم ندارن، اینو هزار گناه بکنه یک بار پیشانیش بوسه کنه بگم من ترا یاد کم بیرون ده، تمام الله اکبر اینا میبخشن. لیکن مردکا ای روز توی من گوش میکنم، از روز توی گناهاش رو نویستگیه، همون روز توی میگه تو هم خیلی درام آبدی، همون جا هم خیلی کابدی. اینا گپ‌های مردان است. برای همون بسیاری جوانان وقتی این کارا میکنن میآیند این مفتی هم فقط میزان داره، صراط داره، قیامت داره، این فتوا در جیبه که مفتی نیست. بعضی سخنهای گفتگی که دیگه اون مفتی جمع کردن نمیتوند، نکاح ملا حرام حلال نمیکند برادران، اون راهی حلش باید در کتاب باشد، بعد میگیره او را دوباره نکاح بکنه. این چیزا را باید جوانان برام پیش یک عالم، یک دانشمند بآموزند که من مادر فرزندام خانه میارم آینده با اون چگونه معامله داشته باشم، چگونه معاشرت داشته باشم. خداوند من و شما را هدایت و توفیق بندگی عطا کنه. خداوند همه اون دخترانی که به شوهرن، شوهران با ننگ و با ناموس عطا کنه، و اون پسرانی که به همسرن، همسران پاک دامن نصیبشون کنه. پروردگار گذشتگان ما و شما رحمت و مغفرت، زندار زندگی با بندگی عطا کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.